خلاصه این اینستاگرام در 2 دقیقه و نیم. این ویدیو دارای پشت صحنه است. دستشوی کامنت کن تا برات حساب شد. خسکش ریخت دیگه. چیه که مردو دارن اما زن رو ندارن تو کامنت ها؟ دکتر محمد متین شما چجوری پولدار شدین؟ با پکیج LKS شما میتونید این پکیج رو از پیج من بخرید و کلی سود و بهره ببرید. با این پکیج شما همیشه پولدار میشید. پکیج LKS پولدار شو. میتونستی بخرید. خارشو گایدم یه پراید کسشه. کلیه آتیش زدم به مالم. بدو این بره بازار. چرا میخوای کلیتو بفروشی؟ چرا نفروشم؟ تو ایران نمیشه هیچی. هرچی میفروشیم به کی میرسی؟ بابا بیا تو پیج دکتر علی به هر چی دلت خود برس. پیج دکتر با 28 میلیارد به پول برس. داری؟ نه والا. با گوه میخوریم. اگه داشتم من کلیه‌مو نمیفروشم که. پشت صحنه. این طرف دستشوی کجاست؟ دستشوی کامنت کن تا برات ارسال شه. تو کپشن این پستم چیزایی که در مورد بابا کسشه دستشوی گرفته. این طرف دستشوی نیدی؟ گوه نخوری اینجوری. آی کلیه میخوام بفروشم. کلیه کن بابا. چرا کلیتو میخوای بفروشی؟ بابا بدبخت شدن دیگه. این پولی نمیتونن در بیارن. نیاز نیست با پیج قطع کن. چرا قطع کنم؟ کلیه خارشو گاییدم. کلیه چرا میخوای کلیتو بفروشی؟ بابا خارشو گاییدم. تو ایران هر چی میفروشی به تهش دنبول میرسی. کلیه آتیش زدم به مالم به قوزک ایالم. چرا میخوای کلیتو بفروشی؟ چون که تو ایران هر چی میفروشی تهش به دنبول میرسی. کون چیه؟ کون چیه؟ اون خارکسته‌ای که پولای ما دوزده. الان میرم خارشو میدم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره. ساب کنید.